به نام یاد خداوند یکتا و مهربان. به مجموعه خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 اکراب سال 1403 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط خبرها: خوشبینی امارت اسلامی از آغاز روابط سیاسی با جهان. مولوی عبدالکبیر معین سیاسی رئیس الوزرای کشور از آغاز روابط سیاسی با کشورهای جهان در آینده نزدیک خبر داده است. سرنگونی پهپادهای اوکراینی در حریم هوایی روسیه. وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 17 پهپاد اوکراین در حریم هوایی این کشور خبر داده است. تشکیل کمیته مشترک برای رسیدگی به چالش‌های مهاجرین میان افغانستان و ایران. سفیر افغانستان در تهران از تشکیل کمیته مشترک برای حل بحران مهاجرین خبر داده است. گفتگوی وزیر انرژی و آب با کارشناسان اوکراینی درباره انتقال آب پنجشیر به کابل. عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب کشور از دیدار و گفتگو با کارشناسان اوکراینی برای انتقال آب پنجشیر به کابل خبر داده است. حملات موشکی بر مرکز فرماندهی پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق سوریه و تاکید پوتین بر مبارزه بیرحمانه با تروریسم. مشروع خبرها.